شما هر بار که سطحت بالا میره چیزی رو از دست میدی. یک عادت، یک دوست، یک رابطه، یه نسخه از خودت. این باخت نیستا، این هزینه وروده. هیچ پرنده‌ای نمیتونه هم تو قفس بمونه هم آسمون رو ببینه. هیچ قایقی با طناب بسته به اسکله به اقیانوس نمیرسه. برای رسیدن به جایی که تا حالا نبودی باید کسی بشی که تا حالا نبودی. باید خودت رو از عادتهایی که بهت حس خوب میده ولی رشدت رو نابود میکنه جدا کنی. رشد راحت نیست. بهای پیشرفت همیشه سنگینه ولی همیشه میارزه. روزی میرسه که پشت سرت رو نگاه میکنی و میگی خوشحالم که نترسیدم، خوشحالم که ادامه دادم و بالاخره رسیدم. یادت باشه از دست دادن همیشه به معنای شکست نیست. گاهی یعنی داری به دست میاری چیزی رو که واقعا لایقش هستی.